سلام و مردم عزیز لرزبون، لرستان و سرزمین قشنگ فارس. لورل تاریخ بزرگی دارند. ایسی خوام درباره تاریخ قدیم لور و شما بگم. میخوام بگم که خدا چقدر خواه و لورل برکت بده. میخوام این اطلاعات مختصری به کتاب مقدس انجیل و شما بگم. خدا همیشه بیره. خدا زمین خلق کرد و اولین آدم که اسمش آدم بیده و خاک زمین خلق کرد. خدا آدم در من یه باقی که اسمش آدم بیده قرار ایده. این باغ قشنگ احتمالا یه جای نزدیک خلیج فارس بیده، رو خونه دجله و فرات به این باغی من سهرا. خدا یه زنی که اسمش هوا بیده 30 آدم خلق کنه. خدا من باغ به آدم هوا بیده و به اونگل گپی زده. من باغ یه داری بیده که خدا آدم هوا گفته به دار نخرید. یه رو شیطون به شکل مار دریا و به هوا حرف گپی زنه و هوا یه کسی نافرمونی که و خدا به یک درخت بخر. شیطون خلق قابیده بید که یه فرشته خوبی آبو. خدا به شیطون آزادی داده بید که عیب بخواه پیروی کنه. شیطون قراره بود که تصمیم گیره که رخش برای کاری به خدا نداشته بود. خدا شیطون درکه. خیلی ملاکل هم شیطون پیروی کنه. افتان دین شیطون رفته. انجیل یه ملاکلی که خدا درشو کرده بهش گفتن دیب. خدا یه آزادی آدم هوا داد که ای خان رخشون برن یا پیرو خدا بر. آدم هوای خواستن و خدا برابری کنه. اونگل نافرمونی کنه و درخت خردن. خدا به خاطر همین آدم هوا رو به باغ قشنگ که سهرا زندگی اونگل خیلی مشکل آبی. یه آدم هوا مجبور آبیدن که یا شکار کنه یا غذاشون خوش تهیه کنه. آدم هوا 2 تا کر داشتن. نوم یکیش حابیل بی، نوم یکیش قابیل بی. حابیل قابیل درشو خواست و خدا خدمت کنن. حابیل قابیل یک کادویسی خدا آماده کرده بیدن. قابیل به هدیه برادرش حسودی شابی. او ککاش حابیل کشت. قابیل من دلش شریر بی و گناه کرد. انجیل که هر زن مردی قلبشو دلشو گناه کاره و به خاطر همین و خدا جداوه بند. بعد آدم هوا خیلی آدم معلوم زندگی که مردن رفت. مردم خیلی شراک آبیدن و خدا فراموش کردن غیر از نوح خونوادش. خدا و نوح گوه کشتی گپویی درست کن. خدا یه سیلی گپویی فرستاد همه آدم بین با غیر از نوح خونوادش. وقتی اویل خشکابی کشتی سر یک کوی ویسا که اسمش آرارات بیده و تو ترکیه و نزدیک مرز ایرانه. دوباره خانواده نوح زاد ولد کردن و زمین پر آدم آبی. دوباره آدم بر علی خدا بلند آبیدن ای کردن. اونگل باید خدا پرستشی کردن. اونگل باید زندگیشو و پراکل که خدا سیشو فرستادی شکری کردن. اونگل دلشو خواست ملت گپوی بند و بدون خدا. مزه هم یه مردم یه برج گپوی من یه دشتی ساختن که اسم او برج هم بابل بوده. دشت که اسمش بابل بیده یه جای نزدیک هم ایرانه. خدا دید دوباره مردم چه قرار بیدنه. مزه هم یه خدا کاریه که مردم و زبان مختلفی حرف بزنه که مردم قبیله و هر قومی و راه خوش بره. یکی به قبیله هم همین لورلن. ما باید خدا رو شکر کنیم که خدا رسم رسوم ما داد که ما لورل با هم متحد آبیمون. حدود 4000 سال پیش یه مردی که اسمش ابراهیم بیده من یه شهری به اسم هور زندگی کرده. هور یه شهری بیده هم غرب ایران بیده.
ابراهیم خدا را خیلی دوست داشت و خدمت خدایی کرده. یه روزی خدا و ابراهیم گپ زد و ابراهیم ملت گپوی بویه. مردم ابراهیم یه ملت گپوی آبیدن. سالر خیلی زیاده اونگل اشایر بیدن، زیر چادر زندگی کردن، گله داشتن، حیون داشتن. ابراهیم یک کری داشت که اسمش اسحاق بی، یک کری داشت که نومش یعقوب بی. یعقوب 12 تا کر داشت که 12 تا قبیله بیدن. بعدا این 12 تا قبیله وابی برده مصریل. خدا توسط بندهش موسی این 12 تا قبیله را آزاد کرد. 30-40 سال قبیله من بیابونی سرگردون بیده، مثل ایشون من چادر زندگی کردن. من این مدت خدا با موسی گپ زد. موسی و قانونی که خدا داد بیسی مردم همون گله نوشت. مردم یه چادر گپویی ساختن که رهبر گپوشو من این چادر خدا را پرستش کنه. خدا قانون زیادی به مردم داد. بازی نکنید، دروغ نگید، خدا را پرستش کنید، بت پرستی نکنید. یه چیزی مثل همین گلم قبیله اینا. خدا موسی گفت هر وقت مردم قانونشون ایشکندن یه بره باید بسونن قربونی کنن. خدا قربونی کردن حیوانه لدی مذهب یا مردم بخشی. قربونی مجازات جایگزین مردم آبی. قبیله الوارد یه محلی به نام فلسطین آبیدن. با چوسی نسل زیادی زندگی کردن. خدا با اونگل شاید زیادی داد که من سرشو مسلط بن و حکمران بن. بعضی الشو خوب بیدن، بعضی الشو هم بد بیدن. بعضی بی مردم اسیر آبیدن و اسم برده آوردنش رو ایران. کوره شاه ایران اونگل آزاد که و بعضش هم برگشت رفتن فلسطین. بعضی اونگل همون ایران موندن که هنی بچه‌شو هم پیدا بویه. هرچند خدای خواست که مردم زندگی بدون گناهی داشتن و زندگی کنن، ولی مردم و کارال بعضشو ادامه دادن. بعضیشو بود ساختن و اونگل جای خدا پرستش کردن. خدا پیغمبر زیادی فرستاد که مردم بترسنه، هشدارشو بده که اگر خدا برنگردن چه بلایلی به سرشو یا. تا این هشداری که خدا دا مردم کله شق بیدن و گوش نگرفتن و جای نابود کردن مردم خدا قول دای پیغمبری بفرسته که همه نجات بده. این پیغمبر مثل همون برای قربونی بده که سی نجات مردم باید قربونی بابو. حدود 2000 سال پیش عیسی و یه دختری که اسمش مریم بیده باکره بیده و دنیا اومد. بعداً میره مریم یوسف آبی. عیسی من بیت الله و دنیا اومد. بچه ایش من ناصر گپو آبی. عیسی گپو آبی و خونه و زندگیش ول که گفتم مردم که مردم تعلیم بده چطور زندگی کنه و چه راهی برن، راه درست انتخاب کنن، گناه نکنن و دنبال رو خدا بند. هزاران آدم هم دنبال رو عیسی بیدن. اونگلی فهمیدن که این چیل که عیسی گو به طرف خدایه، طرف خوش نی. عیسی خیلی معجزه که خیلی مریضه شفا دا. خیلی اونگل که تیشو کور بید تیشونه بر که اونگل که کلو بیدن این رویل بدن من وجود شد داری که اونگل که دنبال رویش بیدن که یادش داد که خدا نبود صمیم قلب دوست داشتن و همسایرشون هم دوست داشته بند. تمامی آموزشی که حضرت عیسی دا همش هم نوشته وابیده. ما امروز داریم انجیل بخونیم اون چیل که حضرت عیسی یاد داد همش یاد بگیریم. رهبر مذهبی گفتن عیسی هیچ قدرتی و هیچ اختیاری نداره. عیسی گفت که من راه حقیقت و زندگیم، هیچ کس غیر از طریق ما و خدای پدر نیرسه. رهبر مذهبی احساس کنه که عیسی با حرفش اینگل داره تعدیلی کنه.
محض همین اتهام دروغی ساختگی و دین عیسی در آوردن. حکومت روم عیسی را دستگیر که و اونم محاکمه که یهودیان هم گفتن عیسی باید کشته بود. اون موقع رسم بود که جنایتکاری که خواستن بکشن و صلیبی کشیدن. عیسی نمیز جنایتکار و میخ و صلیب کشیدن. عیسی من عمرش هیچ گناهی نکرد. عیسی بین دو تا جنایتکار و صلیب کشیده وابی. یکی جنایتکار که درباره عیسی اشنافتاری و عیسی گفت بعد مرگ من و یاد بیار. عیسی و او گفت که امروز تو با ما من فردوسی. که بفهمن که عیسی مرده سربازان رومی نیزه چپنان قلب عیسی. همون موقع که عیسی مرد معبد پرده معبد یهودیان و وسط درس این رای که خدا نشون مردم داد عیسی هر که ایترس بیا و طریق عیسی بونه بشناسه. عیسی آخرین قربونی وابی که دیگه لازم نبود برای نبیاره من معبد قربونی کنن و خوش برای قربونی خدا وابی. جنازه عیسی و صلیب بردن دومن من یک گوری و درش بس سرود بعد ملت رفتن دیدن مزار خالیه. یه فرشته بهشون گفت که عیسی زنده وابیده. بعدن عیسی خوش و رعرویلش نشون داد. عیسی و رعرویلش گفت برید به همه قوم دنیا و راجمو تعریف کنید بگید تو. عیسی گفت مردم بگید یاد بدید که ما ایمان بیارن بخشیدن گناهشون و از آموزشش پیروی کنن. عیسی گفت پیرویش باید کسانی که تازه ایمان آوردن من او قرصشو بدن. یه نشون دهنده اینه که با گناه پاک یابیدنه. بعد با عیسی و حالی که همه پیرویش سیجی کردن یهو آسمون رفت. یاران عیسی همدیگر من هنر مردمی دیدن ملاقاتی کردن همدیگر با هم چی کردن همدیگر تقویتی کردن. حکومت روم مسیح را دوست نداشت و زندگی اون یار خیلی سخت بی. پیروی و مسیح رای آسونی نی. شما باید همه عادت البتون را ترک کنید و یه آدمی آبید پر از عشق و محبت و مهربونی. شما باید به همه مردم بگیتون که چطوریش به عیسی پیروی کنید. اگر شما آبید یکی از پیروی عیسی اصول روح مقدس خدا یا من درون تو زندگی کنه. روح مقدس خدا و شما آرامش شده و تو قویده که چگونه و به تعلیم های مسیح پیروی کنید. که به عیسی ما توکل کردیم پاداش اینه که همیشه تا ابد من بهش زندگی کنیم. حرف خدا یکمون بهش به همه قومی هه. این قولی که خدا دادسی هنسی لوره هستی بقیه قوم همه بهش جای سول آرامشه که شیر و برت یک بخوسن. شیطون و بدکارن من بهش نیستن جاشون من جهنمه. جهنم دریاچه بزرگی و آتشه. هر که به عیسی پیروی نکنه محکوم شکنه و برشده من دریاچه. شما ایتایی که رو عیسی وابیتون همینطوری که بی با تو گپی زنید به خدا همینطوری دعا کنید. دعایل تو چله بگید ای خدای عزیز هر چی سعی کنم که آدم خوبم میدونم گناهکارم. این گناهیل باعث هاوی که بین موت جدایی بیفته. دونم که باید قربونی احتیاج دارم که منه پاک کنه تا قابل قبول سیت بابم. ایمان دارم که عیسی همون قربونیه. عیسی سی خاطر من مرد که منه به گناهیل هم پاک کنه. ما کارل بدی که انجام دادم شرمنده وابیدمه. عیسی خواهم یکی از پیرویل عیسی وابم. دی خواهم را زندگی کنم. ای خواهم وقتی مردم برای من بهشت. خواهشی کنم منو شر جهنم نجات بدید. خواهشی کنم منو به شراکت حفظ کنید. منو به روح مقدس خود پر کنی جوری که بترم قوانه داشته بم و یکی پیرویل عیسی بم. آمین. اگه شما این دعانه کرده و قلباً ایمان داشتید وش پس شما یه پیرو واقعی عیساییتون. همونطوری که به باباتو گپی زنید باید به خدا هم
زیاد دعا کنید و خدا بخیر به تو کمک کنه و هم این کاری کنه. سعی کنید اونگل که پیرو عیسی پیداشو کنید و باشو خوش دوش کنید، گپ بزنید، همدیگه رو تقویت کنید. زندگی و عشق عیسی بو همه شما عالم خوبتری بیتون. وقتی مردم بینن که شما آدم بختری با بیدیته، اون موقع اونگل بید که عیسی با شما آرامش داده. خدا لورل دوست داره و خیلی دلشخواه و وسیله لورل پرستش آبو. و رو عیسی بیدن معنیش اینی که شما لور نیستید، نه، یعنی شما یه لور بهتری. شما یه خدا رو من هونیل تو، من چادرل تو، من کپرل تو پرستش کنید. مثل حضرت ابراهیم و موسی که من چادرل شو خدا رو پرستش کردن. پیروی و مسیح به عنوان یک قومی برکت خدا نصیب لورل فراهم میکنه. به عنوان پیرو عیسی و هیچ آدمی و هیچ روحی نمی ترسید و من دل تو آرامش خواهید داشت.